سلام خدمت دوستان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم که همیشه در سایه خداوند تبارک و تعالی روزگار بر وفق مرادتون باشه. اومدم با یه ویدیوی جدید در خصوص نسخه بسیار بسیار محکم و معجزه آسا که 100% به نتیجه خواهید رسید. این را حتما در جریان باشید، در جریان باشید. این نسخه هایی که بنده عرض میکنم خدمت شما امتحان شده است، تست شده است، از منابع موثق هستش و نتیجه های بسیار مثبتی داشته و انشاءالله که هیچ کس دچار بیماری نشه و اگر خدای نکرده شخصی دچار این بیماری هایی که عرض میکنم شد، با این نسخه ها بتواند مجدد سلامتی خود را به دست بیاورد. در خصوص این ویدیویی که من عرض کنم الان در حال حاضر در خدمت شما هستم، در خصوص بیماری پسوریازیس یا ویتیلیگو یا پسوریازیس یا بیماری حمام آب گرم. قدیم بهش گفتن حمام آب گرم، بهش میگن پسوریازیس یا داء الصدف که بدن دچار اگزما پوستی میشه، پوست ریزی داره و دچار خارش و زخم شدن به حالت کهیر دومنه نمیزن. ولی کن تمام بیماری این درمان بیماری به طوری هستش که میشه راحت و بدون دردسر، بدون استرس این بیماری رو درمان کرد و راه حل خیلی مناسبی من پیدا کردم و از نسخه دکترهای بسیار حاضر استفاده کردم و واسه خیلی این نسخه را تجویز دادم، استفاده کردن 100% به نتیجه رسیدم و این رو تقدیم حضورتان میکنم و استفاده کنید انشاءالله که همیشه در سلامت باشید. جهت درمان این بیماری اول باید چند نکته را رعایت کنیم. یک، استرس را به صورت خیلی زیاد، استرس تو همه انسان ها هست، کم هست، زیاد هست. ما نمیتونیم بگیم استرس نداریم، استرس تو همه انسان ها وجود داره، ولی تا اونجایی که میتونیم استرس رو باید کم کنیم. دوم، تغذیه مناسب هست. سوم، استراحت مناسب. در خصوص استرس همیشه باید آرامش داشته باشین. می توانید از دمنوش‌های گیاهی استفاده کنید، از عرقیجات گیاهی استفاده کنید، استرس خودتون رو کم کنید. ببینید هیچ اتفاقی در آینده نمیفته، هیچ اتفاق خاصی نمیفته. یه وقت فکر نکنید که آقا 10 سال آینده من چی میشه، 5 سال آینده من چی میشه. هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ اتفاقی. دنیا زندگی در حال گذره، زندگی هم در حال انجامه. این از استرس و تا اونجایی که پس میتونید استرستون رو کم کنید. دوم آنکه تغذیه مناسب، از ادویه‌جات‌های بسیار تند و قوی پرهیز کنید، از غذاهای فست فود جدا پرهیز کنید، از تنقلات، از مواد غذایی که دارای اسانس‌های صنعتی هست بسیار جدی پرهیز کنید و
خواب مناسب داشته باشید بسیار بسیار مؤثر هستش. حالا تجویز دارویی که تجویز این دارو و این روش درمانی که من دارم عرض میکنم: 1. انجام فست خون از رگ قیفال. 2. استفاده از ماء الجبن یا آب پنیر که در ویدیوهای قبلی طرز تهیه‌اش رو ارائه دادم. 3. استفاده از دمنوش گیاهی گل ختمی و گل بنفش است که این دمنوشم را هم در ویدیوی بعدی خدمت شما تقدیم خواهم کرد که چگونه درست طرز تهیه‌اش چجوریه و چگونه استفاده کنیم، چجوری درست کنیم و استفادهش به چه نحو هستش میذارم خدمت شما. و در نهایت این نسخه جادویی، این نسخه درمانی رو به صورت تیتروار در آخر این ویدیو قرار خواهم داد. انشاءالله استفاده بفرمایید و به نتیجه مطلوب برسید. هر گونه سوال و راهنمایی هم در این خصوص خواستید بفرمایید، بنده جوابگو هستم. انشاءالله راهنماییتون میکنم و به نتیجه مطلوب خواهید رسید انشاءالله. خیلی ممنون از صبرتون، تحملتون. انشاءالله که همیشه در سلامت باشید. تا برنامه بعد، ویدیوی بعد، خود شما را به خدای بزرگ بسپارم. شاد و پیروز باشید. خدا حافظ شما.